گر بمیرم در غریبی تاجیکستانم برات با دعای خیر و با آیات قرآنم برات کرده از خاطر پریشانم غریبی سالها بعد مرگم سوی خویشانی پریشانم برات من برای رزق پاک و پاره نان آمدم سوی اهل خاندان با پاره نانم برات یا به حصار و بدخشان یا کوهستانم برات یا به شهر دوشنبه یا به اشجانم برات یا به شهر اسفره پنجکنت بستانم برات در غریبی جسم و جانم سخت رنجید التماس بعد مرگم کنج خاک تاجیکستانم برات هر کجای می توانیدم گذارید در وطن گر مرا انسان بدانید تاجیکستانم برات هر کجای می توانیدم گذارید در وطن گر مرا انسان بدانید تاجیکستانم برات